بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و على آله و صحبه و من والاه. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستم که بار دیگر برای ما فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه های قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را در استودیو با خود دارم که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده و ایشان را یک بار دیگر به برنامه خودشان خوش آمدید میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. و تشکر جناب مولانا از این که برای ما و بیننده های عزیز ما یک بار دیگر وقت دادین و حاضر شدین با ما در این برنامه. بیننده های عزیز، همان گونه که میدانید قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان است که موضوعات و مسائل افغانستان را از خلال این برنامه به بحث و بررسی میگیریم. البته ما در آخرین روزهای سال 1394 هجری شمسی قرار داریم تا یک دو روز دیگر این سال البته به پایان میرسد و آمد نوروز و بخار جشن نوروز از حال در کشور عزیز ما افغانستان و کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ایران دیده می شود. البته در این میان صفحات مجازی فیسبوک و توییتر نیز عقب نمانده و هموطنان عزیز ما در مورد نوروز و چگونگی آن و ارتباط آن با اسلام و دیدگاه اسلام در مورد آن بحث های ضد و نقیضی وجود دارد. البته تنها این نی، تاریخچه نوروز بسیار برای ما به حیث مسلمان و به حیث یک امت اسلامی مهم است که ما باید بدانیم این از کجا در میان مسلمان ها آمده و ریشه تاریخی آن با اسلام و مسلمانان چه ربط داره. البته جای تأسف اینجاست که نظر و دیدگاه یک تعداد از منسوبین به علم یا به طبقه علما میآیند و فتوا میتن و این را تحلیل و یا جواز میتن که جشن گرفتن نوروز هیچ اشکالی با دین اسلام نداره، نه تنها با اسلام هیچ اشکالی نداره بلکه یک کار خوب نیست هست. اما عده دیگری از علما که استناد و تکیه آنها بیشتر به قال الله و قال الرسول می باشد و سعی می کنند که برای هر کاری از قرآن و حدیث استدلال بکنند، آنها آمدن و گفتن نه، نوروز نه تنها از اسلام نیست بلکه برای مسلمانان تجلیل و جشن گرفتن از نوروز جایز نیست. پس این بحث داغ این روزهای صفحات مجازی مثل فیسبوک و توییتر هست که ما انشاءالله سعی میکنیم از این میان نظر واقعی دین اسلام را در مورد نوروز بدانیم که نوروز در میزان و یا در ترازوی شریعت اسلامی از چه حکمی برخوردار هست. پس موضوع این هفته ما نوروز در میزان شرع هست. البته جناب مولانا بارها ما صحبت‌های شما را در یوتیوب دیدیم، یقینا بیننده های عزیزی ما دیدن. شما و بسیاری از علمای افغانستان و دیگر علمای منطقه در مورد نوروز، حکم نوروز از دیدگاه اسلام یا جشن گرفتن نوروز از دیدگاه اسلام صحبت‌های تفصیلی هست. ما البته با بیننده های عزیز خود وعده کردیم که امروز برای آنها فرصت بیشتری عنایت بکنیم، فرصت بیشتری برایشان بتیم که ابراز نظر بکنن، آنها نظر خود را در مورد نوروز بگویند. پس از شما از همین اکنون صمیمانه خواهش میکنم که در پاسخ سوالات ما اگر اختصار را مد نظر بگیرید ممنون شما میشیم. در ابتدا میخواهیم برای ما و بیننده های عزیزی ما در مورد یک تعداد رواج ها یا بدعات یا رسوماتی که در میان مسلمان ها شیوع پیدا کرده و عام شده و مسلمان ها او را انجام میده، دیدگاه اسلام اگر در مورد چنین بدعات و خرافات بگوین؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من هم از شما تشکری میکنم جناب استاد رحیمی صاحب که امیدوارم که سوالهای شما هم سوال باشه که نیاز به تشریح و بالاخره نباشه و مختصرا جواب داده بشه. قبل از این که من پاسخ به سوال شما بدم، چون در طی هفته گذشته ما روزی داشتیم به نام 24 هود که روز خونین و روز قیام مردمی ملت افغانستان خصوصا شهروندان هرات باستان بود. من میخواهم که برای فامیل های معظم شهدا که در سال 1357 ملت افغانستان با روزهای گوناگونی که خصوصا در برج هود در ولایات مختلف علیه طاغوت زمان و علیه مفسدین و علیه ظلم و ستم قیام نمودن و به جهان نشان دادن که ملت افغانستان ملتی است که هیچ وقت زیر بار ظلم و ستم و استکبار نمی رود. بناهن من هم به نوبه خود اگرچه روزهای گذشته چند روزی از قیام 24 هود گذشته، باز هم برای فامیل های معظم شهدای افغانستان از بارگاه الله سبحانه و تعالی برای شهدا جنت الفردوس و برای وارثین شهدا صبر جمیل و مزد جزیل و توفیق اینکه راه شهدا و آرمان شهدا را زنده داشته باشند و خصوصا و بالاخص برای ملت خون و قیام، برای ملت شهر شرافتمند هرات باستان که به یک روز 25,000 انسان را به خاطر اعلای کلمت الله به قربانگاه فرستادن و ملتی که جانهای شیرین خود را بر طبق اخلاص گذاشتن و به الله تقدیم کردند که ای الله جان ما و مال ما همه فدای دینت. الله سبحانه و تعالی این شهدای انقلاب افغانستان، شهدای 1357 و تا به الحال چی در افغانستان و چی در سوریه و چی در هر کشوری از کشورهای اسلامی که به خاطر اعلای کلمت الله جان میدهند، الله سبحانه و تعالی شهادت شهدا را بپذیرد و برای بازماندگان صبر جمیل و مزد جزیل و توفیق بدهد که راه شهدا و آرمان شهدا را برای همیش زنده داشته باشند. فقط برای ملت افغانستان این را میگویم که ملت افغانستان شهید شدند تا قانون خدا در زمین خدا پیاده شود، تا بدعات و خرافات برچیده شود. پس اگر در افغانستان ظلم و فساد و بی‌عدالتی باشد، ما در حقیقت اگر سکوت بنشینیم در حشر چی جواب برای شهدا خواهیم داد؟ پس باید هر کدام ما به آرمان شهدا که آرمان شهدا همانا تطبیق احکام الهی در افغانستان و آوردن عدل و عدالت و مساوات بود، الله بر همه ما توفیق بده که آنکه اهل زبان هست با زبان خود و اهل قلم هست با قلم خود، هر کدام ما آنکه اهل درهم است با درهم خود تلاش بکنیم که عدل و عدالت در افغانستان پیاده شود. جناب استاد بزرگوار، پیرامون بدعت و رواجها و بدعاتی که در جامعه میبینیم که دین مبین اسلام ارتباط به بدعت که به طور خلاصه و فشرده اشاره کنم، الله سبحانه و تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و رضیت لکم الاسلام دینا. دین مبین اسلام یک دین کامل، یک دینی که الله سبحانه و تعالی از این اظهار رضایت کرده و الله سبحانه و تعالی گفته این دین کامل هست. یعنی اگر کسی بیایه پسوند و پیوندی به دین اضافه بکنه، به تعبیر حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن،
که رسول الله فرمودن من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در این دین چیزی اضافه بکنه به نام دین او رد هست، خاطری که اسلام ضرورت نداره. اسلام همه جانب و از تمام ابعاد کامله و الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. و همچنین احادیث دیگری داریم که باز هم مسلم روایت میکنه که میفرماید من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک عمل را انجام بده و او عمل در دین نباشه او رد هست، او مردود هست. و ثمره و نتیجه بدعت و کسی که بدعت گذاری میکنه و حرکات بدعت را انجام میده و اعمال بدعت را انجام میده، باز هم نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث که مسلم و نسائی و ابو داود و ابن ماجه روایت میکنن که رسول معظم اسلام فرمودن ان اصدق الحدیث کتاب الله و احسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. بهترین سخن قرآن هست، بهترین هدیه قول نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. و ادامه میفرمایند که شر الامور محدثاتها. خیلی مهمه وقتی که اشیایی که به نام دین پیدا میشه اینا بدترین چیزهایی که پیدا شده، یعنی قبیح شی هست که در دین پیوند بخوره. و بعد میفرمایند و کل محدثت بدعت، هر نوع پیدایی که در دین این بدعت هست، چیزی پیوند بدیم که این به نام دین هست و این ارتباط به دین داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده باشن، صحابه انجام نداده باشن، سلف صالحین انجام نداده باشن و اور ما بیاییم به نام دین به جامعه معرفی کنیم، میفرمایند وقتی که هر نوع پیدای بدعت شد و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی هست. هر راهی که اگر ما اور به عنوان عبادت و به عنوان اعتقاد و به عنوان باور انجام بدیم و او بدعت باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده باشن، خدا و پیامبر دستور نداده باشه، بدعت هست و ثمره چیه؟ به گمراهی میکشانه. و گمراهی چی میشه؟ و کل ضلالت فی النار، آخر گمراهی آتش جهنم هست. مثلا من یک دو نمونه اشاره میکنم. سیدنا عثمان رضی الله عنه در طواف بودن، کسی آمد رکن یمانی را بوسه زد. سیدنا عثمان گفتن که برو حجر الاسود را بوسه بزن، حجر الاسود بوسه بزن که سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بعد گفت که این رکن یمانی هست، دوست دارم، کنار کعبه هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم این را لمس کردن، دست کشیدن. بعد سیدنا عثمان چهره تغییر کرد، گفتن اگر بوسه لازم می بود پیامبر اینجا را بوسه میزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بوسه نزدن، اینجا اگر تو بوسه بزنی این بدعت هست و این ناروا هست، در حالتی که هم کنار کعبه هست، هم جز کعبه هست، هم رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رکن یمانی دست کشیده بودن. و همچنین در مجلس از اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم کسی عطسه زد، چون جواب عطسه برای یک مسلمان لازمه، واجبه، سنته، که وقتی عطسه زده میشه شخص میگه الحمدلله. وقتی گفت الحمدلله طرف چی میگه؟ میگه یرحمک الله. وقتی گفت یرحمک الله، کسی در او جلسه نشسته بود گفت که یرحمک الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. صحابه چهره تغییر کرد، چرا چنین گفتی؟ گفت من چیز بدی نگفتم، جمله اضافه کردم، خیلی هم جمله زیبا و مقبول. گفت اگر این لازم می بود در اینجا نبی کریم صلی الله علیه و سلم دستور میدادن به ما. پس بناهن عبادات مسئله توقیفی هست، ما نمیتوانیم از پیش خود و بالاخره بیایم نصاب تعیین بکنیم که فلان وردی که پیامبر گفته 10 مرتبه یا 33 مرتبه، ما بیایم 50 مرتبه بگیم، اور 60 مرتبه بگیم. یا مثلا نماز اگر 4 رکعت شده ما بیایم اور 6 رکعت بگیم، اگر نمازی که 2 رکعت هست اور بیایم 4 رکعت بگیم. پس به هر حال نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل محدثه بدعه، هر نوع پیدای بدعت هست و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی هست و کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی هم سرانجام جهنم و سرانجام آتش دوزخ هست. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. واقعا با این دیدی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بدعت و یا چیزهای نوپیدا در دین را مینگریستند، اگر امروز حالت مسلمان های امروزی و جوامع اسلامی امروزی را بنگرند که چه چیزهایی را در دین اضافه کردند، در آنجا با بوسیدن رکن کعبه و درود فرستادن بر پیامبر در خلاف موقعش در غیر جایش قبول کردنی نیستن، اجازه نمیتن.
واقعا جای تأسف و تأمل هست. میشه در ابتدا برای ما یک تاریخچه مختصری از نوروز بگوین که چی است اصلا؟ پیرامون نوروز، اگرچه که شما در ابتدا گفتیم که سخن مختصر باشه و اگرچه بحث طولانی هست، باز هم به طور خلاصه و فشرده روز نوروز طوری که از احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم واضح و مشخص میشه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره داخل میشن، یعنی بعد از هجرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم که ما حدیث بسیار صریح بیان میکنم، امام ابو داود روایت میکنه که عن انس رضی الله عنه قال قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شدن و لهم یومان یلعبون فیهما. ببخشید این سفر هجرت است؟ بعد از هجرت، وقتی که وارد مدینه منوره شدن دیدن که سفر هجرت، بله بعد از وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه وارد مدینه منوره شدن، اهل مدینه یا عده‌ای از مردم در مدینه دیدن که اینها 2 روز دارن که با این 2 روز بازی میکنن. فقال ما هذان اليومان، این 2 روز چی هست؟ قالوا كنا نلعب فيهما الجاهلیه، این فیهما فی الجاهلیه، این 2 روزیه که ما در جاهلیت اینها را بازی میکردیم و عید میگرفتیم و خوشحالی و سرور داشتیم. فقال رسول صلی الله علیه و سلم قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما، الله تبدیل کرد به عوض این 2 روز به شما 2 روز دیگر، یوم الاضحى و یوم الفطر او کما قال، یعنی عوض این 2 روز به شما 2 روز دیگر که عید فطر بعد از رمضان و عید اضحی که در دهم ذوالحجه موقع حج که حجاج اینها در حج. وقتی ما نگاه میکنیم به شرح این حدیث در اقوال محدثین که از آن جمله در مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح علامه ملا قاری هیروی و مفسرین و محدثین دیگر، منظور از این یومان رو بیان میکنن که این 2 روز کدام روزها بود؟ یک روز مهرجان بود و یک روز نیروز بود که همین روز اول سال که به عنوان نوروز هست. به هر حال از این حدیث دانستیم که نوروز یک روزیه که قبل از اسلام بوده، از اعمال دوران جاهلیت بوده و حتی تاریخ از این وقتی که نگاه میکنیم برمیگرده به از لحاظ تاریخی به پادشاه قدیم ایران که به نام جمشید بود. پادشاه قدیم ایران شخص جمشید وقتی در تخت خود نشست، در همان روز را جشن گرفت و همان روز نوروز بود. حتی ملا علی قاری هیروی در شرح مشکات می نویسه، میگه که همانطوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم امت خود را متوجه ساخت که متوجه باشیم از این 2 روز بهتر است، بهتره و بالاخره به شما تبدیل شده، به شما عوض شده، هر پیامبری که میامد امت خود را متوجه می ساخت که متوجه باشیم که نوروز از اعیاد مشرکین هست، از اعیاد مشرکین هست، از اعیاد مجوس هست. شما متوجه این قضیه باشیم که این قول ملا علی قاری هیروی. پس به هر حال روز نوروز از لحاظ تاریخی قبل از اسلام بوده و از لحاظ تاریخی که جشن گرفته شد پادشاه قدیم ایران به نام جمشید، او روز مسما و بالاخره جشن گرفت. این روز هیچ ربط و هیچ ارتباط به اسلام و مسلمین نداره، به اسلام و مسلمین نداره و هیچ ریشه در اسلام نداره و حتی بالاخره علما و بزرگان هم امت نسبت به عید گرفتن، نسبت به جشن گرفتن و نسبت به بالاخره که این روز رو تجلیل کنن، هر کدام نظریات بسیار شدید بیان کردن که امت اسلامی متوجه باشن که این هیچ ربط و ارتباطی به دین مبین اسلام نداره. حتی مفسرین در تفسیر آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین لا یشهدون الزور، در سوره مبارکه فرقان الله سبحانه و تعالی وقتی صفات عباد الرحمن بیان میکنه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صفات عباد الرحمن یکی اینه که والذین لا یشهدون الزور،
اینها نمی نشینن و بالاخره حاضر نمیشن در جایی که زور باشه. حالا از زور چی معنا داره؟ از زور مفسرین وقتی نگاه کنیم که تفاسیر معتمد، حتی از ابن کثیر گرفته، حتی از تفاسیری که ارتباط به علمای احناف داره، تفسیر مظهری و اکثر تفاسیر، از زور معناهای مختلفی نمودن. هر معنایی که ما و شما نگاه میکنیم او معنا صدق میکنه به جلسه نوروز و تجلیل نوروز و بالاخره به محافلی که به نوروز امروز گرفته میشه. مثلا از زور معنای چیه؟ مفسرین بیان کردن که عباد الرحمن به جایی که غیر خدا پرستش میشه در اونجا حضور پیدا نمی کنن. جای دیگر آمده که جایی که موسیقیه، از زور به معنایی که جایی که موسیقی هست و جایی که دروغ هست، جایی که فسق و فجور هست. این معناهای از زور هست. و حتی مفسرین بیان کردن که از زور به معنای اعیاد المشرکین، عیدهای مشرکین و همچنین مجالس باطل. وقتی ما نگاه میکنیم امروزه که به نام نوروز جشن گرفته میشه، در اونجا اعمال شرکانه انجام میشه، در اونجا فسق هست، فجور هست، موسیقی هست، رقص هست، پایکوبی هست و بالاخره در اونجا اهل باطل هست و همچنین اعیاد مشرکین هست. وقتی نگاه میکنیم عباد الرحمن، بندگان خاص الله، با مجردی که میشنون که در فلان جا جلسه نوروزه، چون کل اعمال باطل اونجا صورت میگیره، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. از اونجا دیگه عبور میکنن که یک لحظه و یک لمعی هم چشم اونها به اعیاد مشرکین و به این محافل که از اهل بدعت و از مجوس و از اینها باقی مانده، اونها لحظه هم درنگ نکنن. پس خلاصه تاریخچه قبل از اسلام بوده، دوران جاهلیت بوده، برمیگرده به پادشاه قدیم ایران به نام جمشید. تشکر جناب مولانا صاحب انصاری. البته قبلا هم شما در ابتدای صحبت‌هایتان وقتی که از بدعات و خرافات صحبت کردین، اما آیت را که اینجا تفسیر کردین اکثر علما زور را معنایی که کردن، شما میگین تمام این اعمال خرافه در جشن نوروز دیده می شود. حالا سوال اینجاست که اعمالی که در این روز انجام می شود و کارهایی که در این روز به مناسبت این روز انجام می شود، میشه نظر اسلام در مورد این اعمال چی هست؟ و البته جای تأمل اینجاست که بیشترین این کارها یا جشن نوروز در مناطق فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان و ایران برگزار می شود. اکثریت مطلق اهل سنت ایران البته سنی ها هستند، افغانستان همیشان ببخشید سنی هایشان حنفی مذهب هستند و تاجیکستان هم که سنی هاش همیشان حنفی مذهب هستند. از نظر اسلام همین کارهایی را که اینها در روز جشن نوروز انجام میتن، نظر اسلام در این مورد چیست و خصوصا فقه احناف و علمای احناف در مورد این اعمال چی میگویند؟ نظر اسلام که از حدیث و آیه‌ای که قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، پیامبر سلام مدینه آمدن و دو روز دیدن که بازی میکنن و گفتن این دو روز الله سبحانه و تعالی، اونم خیلی مهمه که این دو روز الله به شما تبدیل کرد به دو روز دیگر که عید اضحی و عید فطر هست. از او دانستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن، یعنی بازی و خوشحالی و سرور در روز نیروز و روز مهرجان. و همچنین آیه که بیان شد والذین لا یشهدون الزور که اقوال مفسرین رو گفتیم. اما سوال شما خیلی واقعا سوال جالبه که شما از بین همه مذاهب احناف رو بیشتر انتخاب کردیم که دیدگاه احناف در عبارت، چون به راستی هم که اکثر محافل و مجالسی که تحت نام نوروز میشه در همین کشورهای حنیفی نشین هست. بالکل. مثل تاجیکستان، مثل حتی ازبکستان، مثل افغانستان، حتی در گوشه و کنار پاکستان و قزاقستان و بالاخره ایران. اولا من میخوام این اشاره کنم که موضوعی که به بین اهل سنت و جماعت اتفاقیه
اتفاقی هست، مذاهب چهارگانیشان، مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت. بله. به بین اهل سنت و جماعت بحث اتفاقیه که تجلیل از نوروز حرام، تجلیل از نوروز حرام هست. اما این که احناف بیشتر در این تشدد دارن، چون بیشتر این اعمال خرافات و بدعات در سرزمین احناف بوده. در سرزمین میگیم که قدامت تاریخی از کجا سرچشمه میگیره؟ از ایران. بله. و ایران وصل با افغانستان و ایران وصل با بالاخره کشورهایی که حنیفی مذهب و در این راستا. بله. و حتی میتونیم بیشتر علمای احناف در همین سرزمین ها بودن و در همین سرزمین ها رشد کردن. وقتی علمای احناف این بدعات و این خرافات با چشم سر دیدن و مشاهده کردن، ادای مسئولیت کردن، ادای مسئولیت کردن. حتی در اینجا من میخوام یک نکته رم قبل از اینکه نظر احناف رو بیان کنم، بعضی از انسان ها میگه که چرا علما 50 سال قبلی حرف نمی زدن؟ چرا علما 30 سال قبلی حرف نمی زدن که نوروز حرام بوده و نوروز تجلیل حرام هست و امروز ای به اصطلاح ملاهای جدید پیدا شده ای حرف میگه؟ این کتابایی که من الان فقط آدرسی رو به شما میگم، اینها 400 سال قبل، 500 سال قبل، 300 سال قبل، 200 سال قبل این کتابا نوشته شده از علمای احناف. علمای احناف 200 سال قبل علما، ای که گوش شنوا نبوده و این که انسان ها حرف علما را پیش پا افتاده گرفتن، این مسئولیت خود انسان ها داره، خود مردمان دارن. چنین نبوده که این کتابایی که من نام میگیرم اینها 10 سال پیش یا 5 سال پیش یا 2 سال قبل انسان ها نشسته باشن اینها را تحریر کرده باشن. ملا علی قاری هیروی از الان نیست. ملا علی قاری هیروی از علمای بزرگ احناف نظریات و دیدگاه‌های از وقت درباره اشخاصی که در نوروز جشن میگیره، اشخاصی که در نوروز هدیه میده، اشخاصی که در این وقتی بخوانیم فکر میکنیم که سبحان الله که این انسان چقدر از دست این انسان‌های مبتدع به تکلیف بوده و چقدر رنج و زجر میکشیده. پس به این واسطه علمای احناف بیشتر و بیشترتر تشدد دارن. در کشورهای عربی که حتی در اقوال علما و اینها میفرمایند که حتی اهل مکه اصلا نمیدانه که نوروز چیه، از برکت کعبه معظمه و مشرفه اهل مکه اصلا نمیدانه. خیلی کشورهای که در اون مناطق شوافی و مالکی و حنبلی اصلا بحث نوروز هیچ مطرح زیاد نمیشه که مردم رو ببینن که مردم یک جای جمع شدن و بحث نوروز اینها. به خاطر شرح همین حدیث فهمیدن که نوروز هم یک چیزی هست، اما حدیثی هست که شما خواندین. وقتی که این خرافات و این بدعات و الان هم میبینیم که در افغانستان هم وقتی که بحث نوروز میشه، بعضی انسان‌های بدبخت میگه که این یک قدامت تاریخی داره. بالکل. وقتی نگاه میکنیم خب قدامت تاریخی، قدامت 4000 ساله داره. از دین و از اسلام، از قرآن 1400 سال میشه. تو قبل از اسلام میخوایی که بالاخره به دنبال همون آبا و اجداد و دنبال خرافات و بدعات و اینها بروید. پس در این راستا علمای احناف که تشدد دارن به این واسطه که در سرزمین احناف این خرافات بیشتر و بیشترتر ترویج داده شده و الان هم میبینیم که میگم ما حنیفیم و نوروز رو تجلیل میکنن، هم میگم ما حنیفیم و در نوروز شرکت میکنه. پس علمای احناف و دیدگاه علمای احناف اگر ما بخوام عبارات این کتاب رو بخونم که شما قبلا گفتیم که خلاصه کن، من فقط کتاب و صفحه کتاب و جلد کتاب رو میگم. درست است. در مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح از ملا علی قاری هیروی جلد سوم صفحه 533 543. فتح الملهم شرح صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 549. فتاوای بزازیه، اینا همه علمای احنافن. بله. فتاوای بزازیه جلد ششم صفحه 333. خلاصة الفتاوا جلد چهارم صفحه 384. فتاوای تاتار خانیه جلد پنجم صفحه 354 و 10 کتاب دیگر. بله. 10 کتاب دیگر. اینها چی میگن؟ اینها چی میگن؟ نظریات این علما چیه؟ تجلیل از نوروز، تجلیل از نوروز، تبریکی گفتن از نوروز، تبریکی بگیم. بله.
و همچنین خانه تکانی به خاطر نوروز، خانه تکانی، خانه را سر و سامان دادن، فرش خانه را بیرون کردن و سر و سامان و بالاخره ظروف جدید گذاشتن در خانه، به خاطر نوروز تغییر در غذا در روز اول نوروز به نام 7 سین و سفره انداختن به خاطر نوروز. این حرفا که میگم همه در این کتاب نوشته، در این کتب احناف آورده. و همچنین هدیه دادن به خاطر نوروز، حتی یک تخم مرغ، یک تخم مرغ را هدیه دادن، و همچنین سفره پهن کردن، مثل که در عید سفره پهن میکنیم یا بالاخره در گوشه و کنار که به نام عید هست، عید فطر و عید اضحی، که در اونجا هم باید این گفته بشه که فرض نیه، واجب نیه، سنت مؤکده نیه، کسی داره و بالاخره یک استقبالی از مهمان خو میکنه در او عید که برای عید فطر و عید اضحی ارتباط به مسلمان ها داره. همچنین این اعمال هر کسی که انجام میده، این اعمال رو گفتیم به خاطر تعظیم روز نوروز، روز نوروز رو تعظیم میکنه. نکته اینجاست، روز نوروز رو تعظیم میکنه. کل ای کتابای احناف در این باره میگه فقط کفر، شخص کافر میشه. از روی تعظیم نوروز رو تبریکی داد، شخص کافر میشه. از روی تعظیم خانه سر و سامان داد، کافر میشه. از روی تعظیم نوروز بیرون شد به سیر و سیاحت و تفریح که امروز نوروزه، فقط کافر میشه شخص. از روی تعظیم هدیه داد، از روی تعظیم اگر شاگرد به معلم هدیه داد، معلم به بالاخره به شاگرد هدیه داد، از روی تعظیم نوروز. نکته مهمه. اما اگر از روی اعتقاد نبود، از روی تعظیم نبود، این کارا رو انجام داد، کافر نمیشه ولی شخص گناهکاره. چون به خاطر چی؟ به خاطر تشبیه برای مجوس هست، تشبیه به اهل بدعت هست، تشبیه به اعیاد مشرکین و به اینها نموده، ولی اعتقاد نداره، باور نداره و میفهمه که این روز هیچ تقدسیتی نداره و این روز روزیه که هیچ ربط و ارتباط به اسلام نداره، ولی حالا این اعمال را انجام داد، شخص گناهکاره و پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئولیت داره که الله برای از او این روز تغییر داد، تبدیل کرد، برای عید اضحی و عید فطر را آورد. حالا این پس میره به دنبال جهل، به دنبال جاهلیت، به دنبال مجوسیت، به دنبال اعمال خرافات زردشت و آتش پرستا و اینها. این به طور خلاصه و فشرده بحث دیدگاه احناف بود که من صفحه و جلد و اینها رو گفتم که دوستا باز خود اینا میتونن و بالاخره مراجعه کنن و این صفحه ها رو از نزدیک ببینن که هنوز من فکر میکنم که من فقط ذره و شمه و قطره از این گفتم که وقتی دیدگاه فقها و دیدگاه علمای احناف درباره اشخاصی که نوروز رو تجلیل میکنه و عید میگیره، وقتی انسان بخانه موها به بدن انسان تیخ میشه. اما امروز هر کسی که خلاف نوروز یا تجلیل و جشن نوروز فتوا میده و فوراً متهم به وهابی بودن میکنن. شما ببینیم اشخاصی که فتاوا میدن به پیرامون جواز نوروز یا بالاخره جشن نوروز، اولا این اقوال و این فتواها از طرف اهل بدعت رخ نکرده برای اهل سنت. و او کسی که میگه جشن نوروز اشکال نداره، یا تحقیق نداره، یا مطالعه نداره، یا از این کتب خبر نداره، و یا این که فهمیده و دانسته و دین خور سودا کرده در مقابل این دنیای بی ارزش و فانی. و نکته دیگر اینه که بعضی از اهل بدعت حتی از کتب اهل سنت اقوال میارن، بله، که فلان کتاب چنین گفته و از حضرت علی کرم الله وجهه هم میگن که به حضرت علی فالوده داده شده و بالاخره گفتن اینها چیه؟ گفتن اینها نوروزه. و بعد حضرت علی گفتن که هر روزتان نوروز باشه. خیلی جالبه که من یک صحبت کوتاهی هم در این باره دارم که دوستان تا میتونن از طریق یوتیوب ببینن. در اونجا جواب داده شده که اینها مثل اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، قرآن میگه کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید و انتم سکارا نمیخوانن و بالاخره فورا نماز رو ترک کنن. به حضرت علی کرم الله وجهه وقتی گفته شد که امروز نوروزه و این هدیه به شما، ادامه همور میگه فکرهو،
سیدنا علی بد برد. یک و جایی که سیدنا علی کرم الله وجهه گفتن که هر روز نوروز باشه مبارک، گفتن یعنی چی؟ یک روز نوروز، یک روز فرحت، یک روز خوشحالی؟ هر روز مسلمان که به عبادت و اینها سپری بشه هر روز نوروز هست. یعنی این هم حالتی بود که سیدنا علی کرم الله وجهه این رو رد کردن. باز میایم به حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن گفتن که این دو روز تبدیل شد به این دو روز دیگر. بله. سیدنا علی کرم الله وجهه میان خلاف حدیث عمل میکنن، خلاف پیامبر عمل میکنن، خلاف دستورات اسلام و قرآن عمل میکنن. سیدنا علی میآیند جشن زرتشت و بالآخر جمشید و اینها میآیند تجلیل میگیرن. همه اینها حرفهایی که سبحانك هذا بهتان عظیم، الله پاک و مبرا است و این بهتانیه که برای سیدنا علی و برای ائمه بزرگوار و برای بزرگان دین میزنن که چسب میزنن که اینها از نوروز چی گفتن و چه کار کردن. به صراحت کامل ایر اولم اشاره کردم و باز هم میگم اتفاق بین اهل سنت و جماعت که تجلیل از نوروز حرامه و هیچ جایگاه و هیچ ربط به اسلام و مسلمین نداره. هر انسانی که گفت تجلیل از نوروز جایزه و جز اهل سنت و جماعت نیست. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. اگر اجازه میتین میریم طرف یک میان برنامه. بیننده های عزیز یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و با ادامه همین موضوع نوروز در میزان شرع خدمت شما میباشیم.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع نوروز در میزان شرع یا شریعت خدمت شما هستیم. البته قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری روی بدعات و خرافاتی که امروز در جوامع اسلامی شیوع پیدا کرده و عام شده صحبت هایی داشتند و همچنین تاریخچه نوروز را گفتند که یک عید جاهلی قبل از اسلام بوده که اصل آن به جمشید یکی از شاهان فارس یا ایران برمیخوره و هیچ ربط با اسلام و مسلمان ها ندارد. اما اعمالی که در این روز به مناسبت این روز انجام می شود از دیدگاه اسلام مورد پذیرش نه تنها نبوده، حتی علمای احناف که این اعمال بیشترینشان در سرزمین های حنفی نشین انجام می شوند، علمای احناف شدت بیشتری به خرج دادن و گفتند که اگر کسی به خاطر تعظیم این روز کارهایی را انجام میتن، او شخص کافر می شود. این بسیار یک چیز سختی بود که علمای احناف در مقابل چنین بدعات و یا خرافات موقف گرفتند تا دین اسلام برای مردم بفهمانند که اسلام از اعیاد مجوسیت و از اعیاد جاهلیت و دیگر مشرکین هیچگاه تجلیل را جایز نمیداند. اگر انسان مسلمان هست، مسلمان به همین معناست که منقاد و فرمانبردار و تابع شریعت باشد، چیزی را که خدا و پیامبرش گفته تابع آن باشد. جناب مولانا البته از کارهایی که در این روز انجام میشه و خصوصا در افغانستان، عمل در فکر کنم در بلخ افغانستان در شهر مزار انجام میشه و او عبارت است از جنده بالا میگن، نمیفهم که چی میگن، و این با بسیار زرق و برق و بسیار یک شان و شوکت خاص یک خاده دراز با لباس های رنگ‌های متعدد مزین می‌سازد، در حالی که در هر کوچه افغانستان چقدر یتیم و فقیری بدون لباس و بدون چیز ما می‌بینیم، اما اینها خاده ها را پوشانیده و را با یک شان و شوکت بلند می‌کنن و چقدر کورها اونجا بینا می‌شود و چیز مشهوری هم است روز نوروز است و امروز جنده بالا می شود. از کرامات سخی جان کور نمیفهم رسوا می شود یا بینا می شود. نظر اسلام، دیدگاه اسلام در مورد این عمل چه هست؟ پیرامون جنده یا پرچمی که در مزار بلند میشه، او باید از دیدگاه های مختلف بیان کرد. اولا او را نسبت میدن به سیدنا علی ابن ابی طالب یا جنده مولا علی که میگن، یا پرچم مولا علی که میگن، یا پرچم سخی جان که میگن. هیچ ربط و ارتباطی برای حضرت علی کرم الله وجهه نداره که یک روز سیدنا علی ابن ابی طالب پرچم بلند کرده باشند و بالاخره مردم به اطراف از او پرچم بلند شدن و تکه های زیاد وصل شده باشه و شور و غوغا و بالاخره چنین چیزی نبود. همیشه شمشیر سیدنا علی ابن ابی طالب بلند بوده علیه کفر و شرک و بدعات و خرافات و علیه ظلم الظالمین. در افغانستان، در ولایت بلخ یا در ولایت مزار شریف، از این روز که تجلیل گرفته میشه که او شهر مسما هست به نام مزار شریف، وقتی در نگاه هم که میکنیم در ساحه جغرافیایی او، مسئولین و حکومتداران و بالاخره اشخاصی که اونجا جمع میشن ایر تحت یک نام عنعنه ملی و بالاخره که به عنوان عنعنه ملی هیچ ثبتی و هیچ اسنادی و هیچ مدرکی برای افغان ها این عنعنه ملی نبوده و نیست. یک عده به نام عنعنه ملی بلند میکنن و حتی بعضی هم ایر بیان میکنن که به نام همان تاریخ کهن و بالاخره جمشید و فلان و فلان و فلان. باز هم که نگاه میکنیم او ارتباط به فارس و ایران قدیم داشته که هیچ ربط و هیچ ارتباطی برای ملت غیور افغانستان ای نداشته و نداره.
اما میمونه مولانا اگر صحنه ها را متوجه شوین، رفیع جان نشان میده که چطور این کار انجام میشه. وقتی ببینیم این یک عده گفتیم که هیچ اعتقاد و هیچ باوری ندارن به این، بله. و این بلند میشه به عنوان یک عنعنه ملی. درست. اما یک عده که ایر بلند میکنن و در این جنبه اعتقادی میدن، بله. طوری که شما بیان کردیم که در اونجی کور بینا میشه و بالاخره یا کسی که شل جور میشه و صحتمند میشه. در اینجی قضیه خیلی مهمه. آیا اگر این پرچم به اعتقاد بعضی این شفا دهنده باشه، این بالاخره مشکل گشا باشه و این حلال المشکلات باشه، ای از لحاظ شرعی چنین عقیده حتی ابو جهل و ابو لهب هم نداشته. ابو جهل هیچ وقت چنین چوبیر نیاورده و بالاخره سر از او لطه بستن نکرده که در کنار از او بگذار که کور شفا پیدا کنه و در کنار از او فلان و فلان. اگر ایر مسما کنن که ای از کرامات سخیجان بلند میشه، ای هم هیچ جایگاه و هیچ اصل شرعیه. میمونه در اینجا اگر اشخاصی به ای اعتقاد در گرد این پرچم جمع بشن که ای شفا میده و ای مشکل آسان میکنه و ای کورر بینا میکنه، این عقیده شرک، کفر، و این عقیدیه که الله سبحانه و تعالی میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی میگه من شرکر نمیبخشم، رزقر مدادم، روزیر مدادم، تمام نعمتهای مادی و معنویر مدادم، حال دیگه اینها بیاین پیش پرچمی و یا بیرقی و او هم به نام یکی از اولیای خدا بیاین او این شرک و کفر و دلالت پیوند بدن به یکی از محبوبان درگاه الهی، الله سبحانه و تعالی میگه این حرکت رو من نمیبخشم. اگر ای از روی اعتقادی باشه و از جنبه اعتقاد و جنبه بالاخره کسی که اعتقاد و باور داشته باشه که این جنبه پیش خدا تقدس داره، ای پرچم پیش خدا تقدس داره، ای پرچم مبارک هست، ای پرچم مشکل گشا هست، ای پرچم فلان و فلان و فلان و فلان از روی اعتقاد و باور هست، ای عقیده و اعتقاد خرافات هست، ای عقیده شرک و مشرکانه هست. اما ارتباط به ربطی و ارتباط به نوروز که گفتیم، چرا در این روز ای پرچم بلند میشه؟ خب شیطان کارها داره. از یک طرف شیطان میزنه که ترویج فرهنگ مجوسیت بیایه در بین مسلمان ها، یعنی عید مشرکین و مجوس بیایه به نام نوروز، و در کنار و رنگ و بوی ای سفره مزخرف و خرافات و سفره‌ای که آلوده به شرک و کفر و اینها باشه، خب طبعا شیطان از این لذت میبره. اول شیطان سفره نوروز رو پهن میکنه و بعد در بین این سفره شیطان چی داره؟ سفره شیطان شرک، کفر، بدعت، ضلالت، جهل، نادانی، ظلم، ستم، فساد، بد اخلاقیه. شیطان میخواد که در این دسترخوان نوروز خود اینها رو همه بگسترانه، همه پهن کنه و بالاخره نشان بده که وقتی نوروز از اعمال مجوسیت و زردشت و بالاخره اعیاد مشرکین هست، نماینگری هم اینه که اعمال شرکانه در اونجی انجام داده بشه. پس وقتی ما نگاه میکنیم که قرآن عظیم الشان میفرماید در سوره انفال آیه 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار همه ملت واحد هستند. شیطان همیشه تلاش میکنه تا فرهنگ کفر، فرهنگ شرک، فرهنگ بدعات، فرهنگ خرافات، فرهنگ بالاخره که او کاملا مملو از لجنزار و از خزعبلات و اینهاست، همه بالاخره در بین امت اسلامی که امت هستند که قرآن میگه اینها شما کسانی هستید که الله سبحانه و تعالی شما را از برکت توحید و یکتاپرستی عزت داده. وقتی قرآن میگه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین،
عزت از آن کسیه که یعنی از آن خداست، از آن پیامبر هست، از آن مؤمنینی که بر محور قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میچرخند و عمل میکنن. پس جنده که یا پرچمی که در مزار شریف یا در ولایت بلخ بلند میشه، اگر از روی عنعنه ملی میگن بلند میشه، از لحاظ تاریخی هیچ ربط و ارتباطی به ملت افغانستان نداره، هیچ عنعنه‌ای نیست. اگر از روی اعتقاد و باور بلند میشه که این حلال المشکلات هست و این مشکلات رو حل میکنه و این تقدسیت داره، این شرک، این کفر، این هر انسانی که به این نیت میره در گرد از او جمع میشه، عواقب خطرناک و عواقب خطرناک داره. حتی در این راستا من میخوام این نکته اشاره کنم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا تشد الرحال الا فی 3 مساجد. شما رخت سفر نبندیم، وقتی به قصد عبادت حرکت میکنیم به 3 مسجد: مسجد الحرام، مسجد رسول صلی الله علیه و سلم و مسجد الاقصی. اما اگر انسانهایی که از ولایات مختلف، حتی متاسفانه از کشورهای مختلف هم به این محفل و به این جلسه دعوت میشن، اگر اینها به قصد عبادت میآیند، چندین عمل مرتکب شدن. اولی سفر اینا خلاف شرعه، از ابتدا که حرکت کردن گناه و معصیت بوده، چون خلاف پیامبره، خلاف دستورات اسلامه. وقتی میآیند در اونجا که جمع میشن، اگر اونها به این باور و این عقیده باشن که این مشکل رو حل میکنه و این کور رو بینا میکنه و بالاخره اینها مؤمن مسلمان آمدن در کنار این پرچم، وقتی بر میگردن نعوذ بالله من ذالک با عقیده مشرکانه و با سلب ایمان، نعوذ بالله من ذالک. چون وقتی که ما نگاه میکنیم که الله سبحانه و تعالی ذاتیه که از شارک گردن به ما نزدیکتر هست. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید که من شما را یاد کنم. الله سبحانه و تعالی میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چی کسی مضطر و پریشان هست که بیاید دروازه مرا در بزنه و بگه یا رب که من مشکل او را حل کنم؟ وقتی ما میایم صفت خدایی به یک پرچم، به یک قبر، به یک شخص، به یک مخلوق میدیم، اینجی غیرت پروردگار عالم به جوش میآیه که میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. چرا الله سبحانه و تعالی امید بخشش برای دزد، برای قاتل، برای زناکار، برای انسانهایی که هر نوع گناهی کرده باشن، یعنی امید بخشش هست، چون گفته و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اما انسان مشرک الله گفته من نمیبخشم، هیچ نمیبخشم. حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم میبینیم که در حق عموی خود، در حق ابو طالب دعا میکنن، یا الله پروردگار این به من زیاد زحمت کشیده، این را ببخش. الله سبحانه و تعالی میگه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. هرگیزی بخشیده نمیشه، چون به خاطری که از دنیا با شرک رفت نظر به عقیده اهل سنت و جماعت. و همچنین و بالآخره الله سبحانه و تعالی وقتی میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله همه گناهان شما رو میبخشه الا شرک. چرا شرک را الله نمیبخشه؟ به خاطر اینکه ای انسان بدبخت، به تو پا دادم، با این پای خود به مسجد نمیایی، میری پیش یک پرچم گریه میکنی که تو مرا ببخش. ما برای تو دست دادم تا اینکه از این دستا برای خیر استفاده کنی، ولی تو میری یک پرچم را کش میکنی و بالاخره که هیچ جایگاه و هیچ تقدسیت نداره. ما برای تو چشم دادم تا با این چشم خود صنع پروردگار رو ببینی، خط قرآن رو ببینی، همه بالاخره این کائناتی که الله سبحانه و تعالی آفریده ببینی و یقین تو کاملتر بشه، ولی تو میری پیش یک سنگ، پیش یک قبر، پیش یک شخصی که از خود نمیتونه دفاع بکنه.
میری تو بالاخره اونجی کمک و استعانت میخوای، الله اینجا چنان غیرت پیدا میکنه، چنان غیرت پیدا میکنه که از فوق آسمان ها در قرآن نازل کرده که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. هرگز مشرک بخشیده نمیشه، به هیچ عنوان ابدالابد در جهنم میسوزه، چون جرمی و بزرگه، جرمی کرده که واقعا یک ذره عقل کسی داشته باشه چنین جرم مرتکب نمیشه. پس به هر حال اشخاصی که به اعتقاد و باوری میآیند به کنار این پرچم که ای حلال المشکلات هست، حلال المشکلات هست، ای کورر بینا میکنه و شلر به راه میاندازه و بالاخره ای تقدسیت داره، اینها عواقب خطرناک دارن که این اشخاص با ایمان میآیند و نعوذ بالله من ذلک بدون ایمان برمیگردن، بدون ایمان. و ما برای تمام ملت افغانستان، به او عزیزانی که ندانسته سالها به این راه رفتن، به پیشگاه الله سبحانه و تعالی توبه کنن، بگن یا الله ما نمیدانستیم، یا الله ما نمیفهمیدیم، یا الله پروردگارا ما را اشخاصی بودن که به این راه تشویق میکردن. توبه باید کرد. و اشخاصی هم که امروزه تصمیم داره که در این راه بره، باید لحظه فکر بکنه کجا میروم، کجا میروم، به خاطر چی میروم، هدف از رفتن چیست، هدف از پول مصرف کردن، هدف و بالاخره اینها چیست، به خاطر چی هست. الله سبحانه و تعالی بزرگترین نعمت برای هر انسان عقل داده که لحظه انسان فکر بکنه که من در این راهی که قدم میگذارم آیا رضایت الله هست یا نیست. باید ما الله را از خود راضی بکنیم. صفتی که الله داره او را به غیر خدا باید ندهیم. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که قادر هست، ذاتیه که حی هست، ذاتیه که قیوم هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. الله را بخواهید، الله را طلب کنید، از الله بالاخره هر حاجتی که دارید طلب کنید. اون عارف بزرگوار که میگه یعنی از زبان بلاکیف الله سبحانه و تعالی برای من و تو سخن میگه که الله سبحانه و تعالی یعنی ترجمه این آیت در شعر آورده که فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا من شما را یاد میکنم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعانی فلیستجیبوا لی. الله سبحانه و تعالی اجابت میکنه، الله وعده اجابت داده، الله گفته از من بخوا که من برای تو بدهم. پس بناهن چی میگه در درگه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. چیست به دنبال این خرافات و بدعات و خزعبلات میروید؟ همه اینها را رها کن. آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح یک شب به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. رحمت الله سبحانه و تعالی، مهربانی الله سبحانه و تعالی، شفقت الله سبحانه و تعالی، محبت الله سبحانه و تعالی. الله ذاتیه که از پدر و مادر برای من و تو مهربان تره، از پدر و مادر برای من و تو مهربان تره. از نبی کریم صلی الله علیه و سلم کل انبیا و کل اولیا و انسانهای متقی و پرهیزگار همه دستنا بلنده و میگن یا الله یا الله یا الله. همه محتاج درگاه الله سبحانه و تعالی هستند، همه دروازه الله سبحانه و تعالی را در میزنن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم به جمع صحابه فرمودن که الله ما را به فضل خود وارد بهشت میگردانه. صحابه عرض کردن یا رسول الله شما هم با فضل الله وارد بهشت میشوید؟ گفتن بله من هم به فضل الله وارد بهشت میشوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حشر شفاعت میکنن، اما شفاعت بدون اذن الله نمیتوانند شفاعت کنن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اگر حافظ قرآن شفاعت میکنه، اگر پیامبران شفاعت میکنن، اگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنن، اگر حافظ قرآن شفاعت میکنه، اگر شهید شفاعت میکنه، همه اینها به اذن الله است. مدارک صحابه گرفتن، بزرگترین مدارک نصیب صحابه
رضوان الله علیهم اجمعین شد، اینه که از فوق آسمان ها برایشان گفته شد رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از اونها راضی شد. وقتی الله از اونها راضی شد، حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یکی از غزوات در احد تصمیم میگیرن که دیگه با صحابه مشوره نکنن، با اون صحابه‌ای که تخلف کردن، با اون صحابه‌ای که معرکه را تا اندازه رها کردن، موقفی که برای تعیین شده بود. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت صحابه دیدن، تصمیم گرفتن با اینها مشوره نکنن، تصمیم گرفتن که روی از اینها بگردانن، تصمیم گرفتن که با اونها قهر و غضب داشته باشن. رحمت للعالمین چنین تصمیمی میگیره. الله از فوق آسمان ها میگه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو غلیظ القلب بشی، اگر تو با اینها خشونت داشته باشی، اینها از اطرافت دور میشن. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اینها را بالآخره عفو کن، از اینها گذشت کن و با اینها مشوره کن. الله چنین از صحابه دفاع میکنه و چنین از صحابه و بالآخره حتی به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگه ای پیامبر تو هم اینها را ببخش، تو هم اینها را بالآخره با اینها مشوره داشته باش. نبی کریم صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی از همه کس برای ما مهربان تره، از پدر، از مادر، از همه چیز. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وقت دشمنان اسلام منافقین تهمت زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم غیبر نمیدانستن، حتی رو گشتاندن از عایشه صدیقه. چندین روز با عایشه صدیقه صحبت نکردن. الله از فوق آسمان ها وقت آیات براءت ام المؤمنین را نازل کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن که یا عایشه، ای عایشه، این آیات به شأن پاکی تو نازل شده. سیدنا ابوبکر صدیق پدر ام المؤمنین عایشه میگه ای عایشه از رسول الله تشکری کن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سر و سجده میگذارن، میگن اول از الله تشکری میکنم، اول الله را سجده میکنم که اگر الله این آیات را نمیفرستاد رسول الله طرف من نگاه نمیکردن. الله از همه مهربان تر هست. الله هست که حلال المشکلات هست. الله هست که قاضی الحاجات هست. الله هست که ان الله علی کل شیء قدیر، بر همه چیز توان دارد. پس بناهن سروران عزیز و بزرگوار، شاید خیلی از عزیزان ندانسته رفتن پای این جنده، پای این پرچم، پای بالآخره گریه کردن، زاری کردن، تضرع کردن و بالآخره نعوذ بالله من ذلک آلوده به شرک و خرافات شدن. الان وقتی که دانستید فقط بگویید که یا الله ما نمیدانستیم و پشیمان شوید و قطران اشک بریزانید و بگویید که یا الله من تسلیمم به آنچه که تو و حبیب تو دستور دادید و من دستورات تو و دستورات اسلام و دستورات قرآن را اجرا می کنم و به جان و دل می پذیرم. همانطوری که صحابه گفتن سمعنا و اطعنا، ما هم وقت قول خدا و پیامبر می شنویم بگوییم سمعنا و اطعنا. الله سبحانه و تعالی همه خرافات و بدعات را از کشور ما و سرزمین ما دور بسازد. آمین آمین. جزاکم الله خیرا. تشکر جناب مولانا صاحب انصاری از این صحبت های جالب و جذاب و دلنشینتان. امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما با گوش شنوا انشاءالله بشنون و استفاده بکنن. جناب مولانا شما گفتین که این هم یکی از بزرگترین جنایاتی هست که قبری که در مزار یا در بلخ هست او را به یکی از اولیای خدا به حضرت علی رضی الله عنه نسبت میتن. مختصرا برای ما بیننده های عزیز ما بگوین که آیا واقعا در مزار یا در بلخ قبر حضرت علی است؟ سیدنا علی ابن ابی طالب شخصیت که اگر با یک کلام اگر خلاصه کنیم، شخصیت یعنی اسدالله الغالب، شمس المشارق، داماد پیامبر و شوهر سیدة النساء اهل الجنه و الله سبحانه و تعالی
از سیدنا علی ابن ابی طالب اظهار رضایت میکنه و سیدنا علی ابن ابی طالب جایگاه خاصی به نزد خدا و پیامبر داشت و سیدنا علی ابن ابی طالب محبتش در قلوب همه امت اسلامی قرار داره. اما پیرامون این که همان قبه یا زیارتگاهی که مسما به قبر سیدنا علی ابن ابی طالب در ولایت بلخ و یا در مزار شریف که مسما هست، از لحاظ تاریخ وقتی که نگاه میکنیم هیچ سند تاریخی قوی ما نداریم که سیدنا علی ابن ابی طالب جسد مبارکشان در ولایت بلخ و در شهر مزار شریف باشه. بله. و اما قضیه‌ای که در زمان سلطان حسین با اقرا که یکی از شاهان اواخر تیموری ها بود، در اون قرن کسی خواب میبینه و بالاخره به وسیله خواب این آرگاه و بارگاه و اینها ساخته میشه، ولی به طور که خلاصه و فشرده هیچ سند و هیچ اسناد تاریخی قوی در دست نیست. حتی در ولایت مزار شریف که یک طرف همان قبه و آرگاه و بارگاهی که به نام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حتی در نجف امروز ما میبینیم، سر از او هم علما اختلاف دارن. حتی علما و مؤرخین در از اختلاف دارن که آیا قبر سیدنا علی ابن ابی طالب همان هست یا نیست. قول صحیح و ارجح حتی همان را رد میکنن، میگن چنین نبوده، به خاطر اینکه تاریخ معتمد و تاریخ‌های موثق بیان میکنه که انه دفن فی قصر الامارة بالکوفه، در داخل قصر، در داخل امارت که در کوفه بود دفن شدن. همچنین آماده که انه دفن فی الکوفه فی مکان غیر معلوم، در جایی که معلوم نبود سیدنا علی ابن ابی طالب دفن شدن. وقتی در نجف اختلاف باشه، در کوفه اختلاف باشه، چگونه هیچ عقلی نمیپذیره که سیدنا علی ابن ابی طالب در افغانستان باشن. اما اینکه یک قبه ساخته شده و یا یک، همیشه یاد کردم که در اونجا باید به این اعتقاد و این باور نباشیم که قبر سیدنا علی، یک خانه ساخته شده، بالاخره یک کتابخانه که باشه، مسجد مسما باشه به مسجد علی ابن ابی طالب، اشکال نداره. اما اینجا من میخوام یک نکته اشاره کنم که شاید در ذهن بیننده این برسه که چرا قبر سیدنا علی ابن ابی طالب مشخص نیست، یعنی غیر معلوم شد. چرا بین مؤرخین و اینها در زمان سیدنا علی ابن ابی طالب غیر از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دیگه مردم به دو دسته تقسیم شده بودن. بزرگترین حامی و محبان و دوستان سیدنا علی ابن ابی طالب فقط اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن که با سیدنا علی ابن ابی طالب دیدگاه خوب و دیدگاه بالاخره همان حقوقی که سیدنا علی ابن ابی طالب بود داشتن رعایت میکردن. باقی مردم به دو دسته تقسیم، به افراد و تفرید قرار گرفته بودن. یک عده همچون عبدالله ابن سبی یهودی چنان محبت به سیدنا علی ابن ابی طالب و اطرافیان از او و بالاخره تا به امروز که میبینیم ادعای دروغینی که نسبت به سیدنا علی ابن ابی طالب دارن، چنان ادعا کرد که حتی حضرت علی برد به مکان خدایی رسول الهیت و بالاخره گفت تو خدایی، که سیدنا علی ابن ابی طالب دستور دادن که این را با آتش بندازی. وقتی حتی با آتش افتاد گفت حالی به من یقین شد که تو خدایی، چون خدا آتش داره و میسوزانه. در این قسمت یک عده رفتن به افراد. یک عده دیگری که به نام خوارج که علیه سیدنا علی ابن ابی طالب خروج کردن و سیدنا علی ابن ابی طالب در جنگ نهروان هزارها نفر از اینها را کشت. خب این هزارها نفر که کشته شده بودن هر کدام با سیدنا علی ابن ابی طالب چنان دشمنی داشتن که وقتی که سیدنا علی به شهادت رسیدن، اینجا محبان سیدنا علی از این پریشان شدن که اگر قبر سیدنا علی ابن ابی طالب مشخص باشه، خوارج سر قدرت بود، خوارج نفوذ داشت، در این قسمت شاید که بیاید در قبر سیدنا علی ابن ابی طالب ضرر وارد بکنه و جسد مبارک را بکشه. یکی از این نظر. نظر دیگری که صحابه و امام حسن و امام حسین به این نظر بودن که این اشخاصی که آمدن به حضرت علی مکان خدایی دادن، شاید بیاین سر قبر حضرت علی قبه و بارگاه و آرگاه و اینها بسازن. به این واسطه مرقد سیدنا علی ابن ابی طالب مخفی گذاشتن تا اشخاصی که
افراط و تفریط نمودن، جسد نازنین مبارک سیدنا علی ابن ابی طالب از شر افراط و تفریط، اونهایی که بیاین شر بپا کنن، قبه بسازن، و اونهایی که بیاین خدای نخواسته جسد مبارک بیادبی و جسارت داشته باشن. به این واسطه ای مخفی ماند. و به طور خلاصه و فشرده از لحاظ تاریخ و سند هیچ اسناد ما در دست نداریم که مرقد سیدنا علی ابن ابی طالب در ولایت بلخ و در مزار باشه. اما به هر جایی که نامینا باشه، مسجد به نامینا باشه، محبت سیدنا علی ابن ابی طالب در قلوب هر انسانی که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله و مسلمان باشه، محبت سیدنا علی کرم الله وجهه در دلش هست و می باشه انشاءالله. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. به اجازه شما باز هم یک میان برنامه کوتاه را میبینیم. بیننده های عزیز، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و انشاءالله بعد از میان برنامه با تماس های شما برمیگردیم. با ما باشید. ای امیرالمؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، تیغ الا الله زدی بر فرق لاگویان دین، هر کلامی گفت و وی را میزدی بر جان و تن، ای علی ای بوالحسن، تا جهان خالی نکردی از بتان و بت پرست، تا نکردی لات را شهمات و عزا را حزن، تیغ و ننهادی ز دست و درع و ننهادی ز پشت، شاد و باش ای شاه دین پرور چراغ انجمن، لاجرم اکنون چنان کردی که در هر ساعتی، کافری از جور دین بر خود بدرد پیرهن، مرحبا ای مهتری که از بیم تیغت در جهان، پیش چشم دشمنانت خون همی آید لبن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین هدا و قاهر کفر و وثن، ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن، سرکشان را سر به سر نابود و کردی در جهان، تخت هاشان تخته کردی حله هاشان را کفن، هر دلی کو مهرتن در دل ندارد همچو جان، هر دلی کو عشقتن در جان ندارد مقترن، روی جنات العلا هرگز نبیند بی خلاف، لایزالی ماندن در نار و با گرم و حزن، ای امیرالمؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ،
وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن. از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن. ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن. ای امیرالمؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن. ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. از کارگردان برنامه رفیع جان خواهش میکنم که شماره برنامه را زیرنویس بکنن و بیننده های عزیزی که میخواهند در این بحث با ما شریک شوند تماس بگیرن. جناب مولانا، قسمی که شما گفتین که هیچ سند تاریخی در دست نیست و در دست ندارین که این را ثابت بکنه که قبر حضرت علی رضی الله عنه در بلخ یا مزار باشه، اما با وجود از این برای از او آرگاه و بارگاه به نام ایشان دروغن ساختن و با ایشان منسوب کردن. و همچنان شما گفتین که حتی در عراق و در کوفه قبر حضرت علی رضی الله عنه مشخص و معلوم نیست، به خاطر افراط و تفریطی که گفتن که قبر حضرت علی را مخفی گذاشتن و مخفی ایشان را دفن کردن. علاوه از این گفتنی دیگه هم دارین و سوال دیگه من این است که علمای افغانستان وقتی که چنین چیزی اصلا ثابت نیست، از نگاه تاریخی هم ثابت نیست، عقل هم ایرا قبول نمیکنه که قبر حضرت علی در کوفه محل خلافت است و در بلخ بیا دفن شود، چرا علمای سرتاسری افغانستان یک موقف مشخص در مقابل این دروغ بزرگ تاریخی نمیگیرن؟ اولا براستی هم علمای افغانستان و خصوصا اونهایی که در رأس قرار دارن مسئولیت دارن که بنشینن و بالاخره ملت افغانستان را از این قضایا واقف بکنن و حال مرکز و محلی که مسما به مرقد سیدنا علی کرم الله وجهه شده میتونن او تبدیل به یک کتابخانه کنن، میتونن تبدیل و بالاخره به یک مرکز فرهنگی به نام سیدنا علی ابن ابی طالب باشه، او قرار بدن و مردم را متوجه بسازن. من میخوام نکته ایر اشاره کنم، ولو اینکه اولا که سیدنا علی ابن ابی طالب در بلخ یا در مزار نیستن، ولو اینکه فرض کنیم که سیدنا علی ابن ابی طالب مرقدنا در مزار باشه، آیا اعمالی که امروز به کنار مرقد سیدنا، اونهایی که اعتقاد و باور دارن که قبر حضرت علی در اینجا هست، آیا این اعمالی که امروز در اونجا صورت میگیره آیا موافق به شأن علی ابن ابی طالب هست؟ خیلی مهمه. این باید که بینندگان عزیز و گرامی ما دقت کنن، از ابعاد مختلف متوجه هستیم انشالله، از ابعاد مختلف. مثلا در کنار سیدنا علی ابن ابی طالب در نوجوانی هنوز به تحت تکلیف قرار نگرفته بود که خدا را به یگانگی شناخت، و سیدنا علی ابن ابی طالب هیچ وقت به غیر خدا سجده نکرد. امتیازهایی که سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه دارن، اگر بالفرض قبر سیدنا علی ابن ابی طالب در مزار و در بلخ باشه، این شرک و بدعات و خرافاتی که در کنار قبر سیدنا علی ابن ابی طالب میشه آیا به شأن علی ابن ابی طالب هست؟ از بعد دیگر، بعد اخلاقی، به نام نوروز، به نام بالاخره
جشن نوروز به کنار قبر سیدنا علی ابن ابی طالب اختلاط زن و مرد، فسق و فجور، رقص و پایکوبی و کانسرد و بالاخره اینها، آیا اینها در شأن علی ابن ابی طالب هست؟ پس به هر حال ما اگر اشخاصی که به گرد مرقد سیدنا علی ابن ابی طالب جمع میشن اگر به این اعتقاد و باور هستند که این قبر علی هست رضی الله عنه، باید دست از همه شرک و خرافات و بدعات و فساد و اینها بردارن. و اگر به این باورن که اینجا حضرت علی کرم الله وجهه نیست، چرا پس بالاخره از نام سیدنا علی ابن ابی طالب استفاده میکنن؟ برن و بالاخره در یک جای، در یک باغی، در یک محل انتخاب بکنن، بگن که در اینجا برادرات جشن نوروز هست، رقص، فسق، فجور. چرا نام مبارک علی ابن ابی طالب در وسط میارن؟ چرا شرک با نام علی ابن ابی طالب خلط و مخلوط میکنن؟ چرا فسق و فجور با نام علی ابن ابی طالب خلط و مخلوط بشه؟ چرا بالاخره گناه و معصیت به نام علی ابن ابی طالب بشه؟ والله قسم علی ابن ابی طالب زنده بشه، با او ذوالفقار و با او شمشیری که گردن مشرکین و با او شمشیری که گردن عبدود را زد، پهلوان عرب را زد، گردن این انسان هایی که بیاین به نام علی ابن ابی طالب دین خدا را سودا کنن، بیان ترویج فحشا، منکرات، فسق، فجور، شرک، کفر، دلالت اینها رو ترویج بدن، باز به نام علی ابن ابی طالب گردن اینها رو علی ابن ابی طالب میزنه. پس به هر حال نکته اخیر من این بود که ولو که بالفرض قبر علی ابن ابی طالب اونجا باشه، نباید در کنار قبر علی ابن ابی طالب، حتی نه قبر علی ابن ابی طالب، کل قبوری که ما میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله هدف از قبر و زیارت رفتن چی میگن؟ تزهد الدنیا و تذکر الاخره. وقتی شما در قبرستان میریم چنان به قبرستان نظر کنیم که شما بی رغبت از دنیا بشیم، از دنیا جدا بشیم و توجه شما به آخرت بشه. اما وقتی به گرد مرقد علی ابن ابی طالب انسان ها جمع میشن، در اونجا میبینیم اعمالی که در این شبها و روزها و بالاخره به نام علی ابن ابی طالب صورت میگیره که همه خلاف مشرب و منهج و عقیده سیدنا علی ابن ابی طالب هست. تشکر جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری از این توضیحی که دادین. امیدوار هستم که آنهایی که به نام حضرت علی رضی الله عنه چنین تجارت خرافه‌گری را باز کردن به گوش آنها برسه و متوجه اشتباهشان شوند. بیننده های زیادی پشت خط داریم، به اجازه شما میریم طرف بیننده ها. اولین بیننده را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم، ادب دارم خدمت شما و خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خوش آمدید، بفرمایید. تشکر، سلامت، زنده باشین. سوال داشتم از جناب مولانا صاحب، اگرچه تمام موضوعاتی که قابل بحث تو جناب مولانا صاحب اشاره کردن، من می‌خواستم فقط امیر پرسان کنم کسانی که از ولایات مختلف حرکت میکنم به طرف مزار و اینا در مسیر راه حادثه میکنم و از بین میرم، حکم از اینا چی؟ چون بعضی فقلیلی ها میرن و اطفال معصوم هم در این راه از دست میرن، حکم از اینا چی؟ و بعض از علما هم حتی از مزار بگیم و حتی از بعد از ولایات اینا هم در همین جلسه و در شرحات مختلف هم که بدعت و خرافات برگزار میشه، در همین بعض از علما هم میرم میشینم. آیا اینا اوضاعی یعنی کتابا به دسترس از اینا نیست که برای مردم یاد که اینا پیام حق در برسونن؟ اینا خود از اینا میرم برای محفل میشینن، حکم از اینا چی؟ عوام که میگیم عوام است. تشکر. تشکر. بیننده عزیز سوالتان نگرفتیم. تشکر بیننده عزیز، سوالتان نگرفتیم، ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان، خداحافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. استاد رحیمی صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ استاد رحیمی صاحب حسن قریانی، بعدا ایران تماس میگیرم. خدمت شما و حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری سلام عرض میکنم، همچنین بینندگان عزیز و محمد افیشان. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. در مورد موضوع برنامه ما گفتنی و یا سوالی دارین خدمتتان هستیم. حرفای حضرت مولانا زدن 100% صحیح و هیچ شکی درش نیست. انشالله که ملت مظلوم افغانستان حرفای مولانا رو یکی یکی به گوش بگیرن. انشاءالله.
بعدا از شما خواهشی که دارم رحیمی صاحب، بعد از برنامه زنده سخنرانی حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری در شورای حضرت آسیه حتما واسمون پخش کنیم. ما در 15 تا زن و بچه نشستیم، این CD رو من پیدا نکردم رحیمی صاحب. کدام شما متوجه شدین؟ انشاءالله. در مورد حضرت آسیه. درست است، در مورد حضرت آسیه. درست است، گرفتیم. حضرت مولانا به هرات سخنرانی داشتم، من CD رو پیدا نکردم. بعد از برنامه خواهش میکنم از رفیقان واسه من حتما بذارم، ما در 15 تا میخوایم نگاه کنیم. انشاءالله که رفیق جان صدایتون شنیدن و انشاءالله که بکنن این کار خدمتتون. تشکر بنده عزیز. دست مولانا رو از راه دور میبوسم. یه دعای خیرم واسه ما حضرت مولانا بکنن. از شما نیز التماس دعا داریم بنده عزیز. خداحافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله، السلام علیکم و رحمت الله. سلام، رحمت خدا بر شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سر جهان. خوش آمدید، بفرمایید بنده عزیز. استاد گرامی، سوال دارم از استاد مجیب الرحمن عزیز، استاد گرامی که تمام افغانستان را شوراندن و با خبر ساختن. 5 قرن چرا علمای ما سکوت کردن؟ آیا علمایی که وفات کردن، این علمایی که سکوت کردن، آیا در شرک نمردن؟ چون که هزارها نفر در شرک آلوده ماندن. این جوارای ما سوال میکنن، میگه مردم افغانستان توحید نمیدانند، از توحید خبر هستند. اگر این خود کار نو نیست، از وقتی که انگلیس‌ها از افغانستان برآمدن این کارها دوچندان شعله‌ور شد، آتش گرفت که هزارها نفر در مزار شریف به نام مزار شریف میرن، تجلیل میکنن، میگه به مناسبت عید نوروز ما فشا میکنیم، این هنرمندا آمدن، این رقم آمدن. اموجا در مزار شریف ما زندگی کردیم، همسایه‌های ما بودن که فلج بودن، مریضی داشتن، دخترها مریضی داشت. ما رفتم به قلب پاک خود گفتم یا الله تو زکت می شخصیت بزرگ این طفل مرا چشمش باز کو، اما نشد تا به دکتر نبردمش، والله قسم است نشد. یک طفل همونجا که از خود مزار بوده، گفتم چرا این مزار نمیبریش، چرا دست شای نبردیش؟ گفت نه خوراک ما، چرا شما گپ میزنین، این گپا ساختن، دروغ میگن. اما علما خوابیدن. علما امیال به مناسبت میگن عید سعید اضحی و به عید سعید فطر میگه این هنرمند می نوازه، این هنرمند می رقصه. اگر این علما سکوت نمیکردن، در خطبه های روز جمعه توحید به مردم نشر میکردن، مردم ها در خانه خود میرفتن، مردم را خانواده خود از توحید با خبر میکردن، در این شرکیات دست نمیزدن. عالمیت از چه قسم اهمیت میگیرن؟ حکومت ما در دست رافضی هاست، والله قسم از حکومت در دست رافضی هاست. در 500 قرن انگلیس ها رفتن، اما جایگاهشان پایگاهشان همشان برقرار ماندن. اگر امت مجیب الرحمن و انسان ها پیدا نمیشد، هرات هم در فساد است. در زایدان ایران اگر مولانا عبدالعزیز و پدرش زویکار نیامدن، علمای جهان خوابیده بودن، اما علمای جهان را همین جهان را بیدار کردن. این 4 شبکه توحیدی ما از مردم گله نکنیم، از مردمایی که درباره اسلام توهین میکنن، میگه وهابیا، چون که ما بیخبر بودن، علمای ما بیخبر موندنشان، ما بیخبر بودیم، نمیفهمیدیم. در خانه علما امیر نوروز تجلیل میشد. بسیار دردهای دل دارم از این شبکه‌های زیبا، از این شبکه‌های توحیدی، از استاد مجیب الرحمن، از تک تک استادهای شبکه وصال حق. سربلند سرافراز باشین. مردم جهان را بیدار کردین. در افغانستان فحشا است، حکومت به دست رافضی ها است، به دست یهود و نصارا است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید که بسیار خوش میکنم. تشکر میکنم خواهر گرامی از این تشکر میکنم از این احساسات پاکتان. تشکر خواهر گرامی. خداحافظتان. بنده بعدی را میگیریم. بله، السلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ ما مسعود هستم، از دنمارک تماس میگیرم و همچنان سلام خدا خدمت شما و همچنان خدمت استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. موضوع برنامه ما نوروز در میزان شرع هست. بفرمایید. فقط برنامه را دیدم که یک جان تشکر میکنم از استاد مجیب الرحمن. بسیار برنامه عالی بود. البته خداوند همه را هدایت بده که برنامه را ببینن و عمل کنن. و همچنان سوال ما ای بود که زیاد برادرها بعضی کسایی که زنگ میزنن سر علما تاخت تاز میکنن. ما گفته نمیدونیم تمام علما، کل علما خراب هستن. یک تعداد علما هستن که مانند مجیب الرحمن همچون در کابل هم هستن. اونا شب روز در تلویزیون ها، البته در خطبه های روز جمعه میگن که کلش در یوتیوب میندازن. من خودم میبینم. البته استاد عبدالسلام عابد، استاد دایی، استاد نیازی، عبیدالله هروی که از هرات صحبت میکنن، راجع به نوروز صحبت کردن، متوکل است. و البته استاد عبدالسلام
صبور است و دیگه استادا هم هستن اونا در مزاجت صحبت میکنن اما یک تعدادشان بردن تا زندان کردن دیگه همشیره ها و یک تعداد کسان دیگه که هستن خبر ندارن وقتی که یوتیوب ببینن همین خطبه های روز جمعه را ببینن که همین مسائل کلش بیان میکنن مگر مردم گوش کار دارن به خاطر که خودشان وقت خود در این کارا تیر کنن و ساعت خود تیر کنن گفته همشیره ما که میگن یا وهابیستن یا ایستن یا اوستن دیگه از علما نمیشنون شاید بنده عزیز شاید هدف اونها هم تمام علمای افغانستان نباشه یک تعداد علمایی که واقعا برای ترویج چنین خرافات کار کردن دیروز هم تصویری در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر شد یک تعداد ملاهایی که خود منسوب به طبقه علم علما کردن در بلخ گفتن تجلیل از نوروز جایز است شاید هدف اونها چنین علما باشه یک تعداد ملاهایی که خود در جمله علما آدم اونها رو باید حساب نکنه دیگه ولی زدن ولی خود در لباس زدن برادر عزیز نه مردم هم میگه مردم عوام باید اونا رو به حساب علما حساب نکنن علما خب مثلا مانند مجیب رحمان مانند استاد انصاری مانند فرنسال استادای دیگه که اینا علما هستن که حق میگن از قرآن و از سنت میگن اینمی کسایی که به حساب اتهام سرشون بسته میشه اینمی علمای واقعی هستن بالکل ولی کسایی جوانایی که مثل شما بیدار هستن جوانایی که مثل شما بیدار هستن این تفکیک هم میکنن اما یک تعداد بی‌خبرایی هستن که دنبال همون تو شخصا میگرده و اونا رو عالم فکر میکنن مشکل اینجاست به خاطر که هم فکر میکنم کمی گندم تر هست و آسیاب هم کنده است کمی تشکر درست یک چیز واضح علما هست از مکاتب که شروع نشه از زمین کودکستان که شروع نشه این مسائل که برشان همون تو نگوید تا آخر کی یا درست میشن حالا ما که در دنمارک تولد شدن از زمین خوردی ما برای اینا گفتیم اینا حالا فهمیدن از زمین خوردی 7 ساله بچه تشکر مسعود جان از تماستان یک جان تشکر از دور دستاش همه بوسیم و همچنان برای تمام کارکنان شبکه و سالک سلام تشکر از شما تشکر از تماستان خداحافظتان بیننده بعدی را میگیریم بله سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله لطفا صدای تلویزیونتون را ببندید بیننده عزیز از طریق گوشی تلفن صحبت کنید بیننده بعدی را میگیریم بله سلام علیکم بله سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بیننده عزیز خود معرفی کنید از کجا تماس میگیرید حامد هستم از ولایت فرا برادر حامد از ولایت فرا خوش آمدید بفرمایید موضوع برنامه ما نوروز در میزان شرع هست من برنامه رو دیدم بیشتر میخواستم دو موضوع رو یادآور شم بله بفرمایید بلندتر صحبت کنید لطفا یک موضوع در رابطه با نوروز است بله متاسفانه فعلا اینطور شده که جامعه کلش به طرف بعضی از شخصیت های میبینه که اونا خود عالم جایزه ده و مردم فکر میکنن که عالم واقعا عالم حقیقی است و از علم خبر نداره و اونا میگن که نوروز جایز است کنه مثلا تطبیل از نوروز جایز است و این ترگفا بیننده عزیز صدایتان واضح نیست اگر لطف نموده دوباره تماس بگیرید چون صدای شما قطع وصل است صدایتون درست نمیشنویم بیننده بعد را میگیریم بله سلام علیکم و رحمت الله بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بیننده عزیز خودم معرفی کنید از کجا تماس میگیرید من از ایران هستم رضا بله خوش آمدید برادر رضا بفرمایید ببخشید من با آقا دزده کار داشتم بعد از برنامه زنگ بزنید بیننده عزیز با کسی که کار دارین بیننده بعدی را میگیرم بله سلام علیکم الو سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بیننده عزیز خودم معرفی کنید از کجا تماس میگیرید آجی ناصر هستم از ولایت نیمروز صحبت میکنم درباره امیر سال نو میگفتم امیر غذا مخصوص که دور میکنم میگم امشب سال نو از فامیل نان خوب دور میکنه گفتم در پای دیگه ما غذای خوب جور میکنن به مناسبت سال نو بله بنده عزیز سوالتان نگرفتیم ان شاء الله جناب مولانا انصاری پاسخ خواهند گفت تشکر از تماستان خداحافظ بنده بعدی را میگیرم بله سلام علیکم و رحمت الله بله سلام علیکم
بنده عزیز لطفا صدای تلویزیونتون را ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنید بنده عزیز. از کردستان یک مخلص. بله برادر از تاجیکستان، خوش آمدید. بفرمایید. یعنی دعا کنند در حق ما 5 وقت نماز داد بابای مجیب رحمان. ان شاء الله از شما نیز التماس دعا داریم. قرآن را برو کنید. برای قرآن خواندن یک دعا کنه 5 وقت در حق ما. بدون شک جناب مولانا و سایر کارکنان شبکه جهانی وصال حق در حق شما دعا میکنن و در خدمت شما هستن و از شما نیز التماس دعا داریم بنده عزیز. رحمت کنم در امان رحمت به شما. خداحافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ ما برادر از تاجیکستان هستیم. خوش آمده بیننده عزیز، بفرمایید. ما از تاجیکستان هستیم. یک موضوع از برای یک موضوع با باید صحبت بکنیم. در مورد نوروز اگر باشه بهتر است. درباره نوروز کنه، درباره مزار شریف است، درباره بفرمایید. ما یک وقت مهاجر شدیم برای افغانستان. اما دوره که مهاجر شدیم سال 93 بود. بله. مهاجر شدیم که رفتیم بابام خیلی آدم خیلی خیرخواه بود، آدم قرآن خوان بود، آدم نماز خوان بود. هم یک کوچش چی نمیکرد، یک کوچش نبود. بعد چند وقت مردم از ما افغانستان گفت در همون مزار یک جای زیارتگاه هست. بله. همونجا بردیم، خیلی گفتن که همونجا برایش جای حضرت علی است. همونجا بردیم، خیلی روزی جندر بالا بود، روزی چی بود، خیلی اومد کسین سال مایده بود. همونجا بردم، قطعی پدرم بردیم، همونجا خیلی جا خینه شد، آدم به حد مول بود. از همونجا بعد بابا من تنگاه کرد، گفت که حضرت علی من همین چیره گفت خیلی برای رضای خدا با خیلی خداوند شفا را میتید و هم چند گفت اگر جای مرقد حضرت علی هم نکی باشه به حق همه دعا میکنم. گفت خیلی دعا کردن، او را آوردیم خونه. بعد چند روز مریضیش خوب شد، یک دستش کار نمیکرد، یک پوچه دیگه هم از کار مونده بود. همونجا خیلی خداوند شفا شد. بعد از همون وقت ما را به تاجیکستان روان. تاجیکستان خیلی چند سال بعد خیلی از دنیا گذشت. بعد ما 3 سال بعد از افغانستان مهاجری بعد تاجیکستان آمدیم. از تاجیکستان بعد همین کمپیری مامون نقل کرد که همه خیلی قصر نقل کرد که همه خیلی در همونجا خیلی شفای یافتم. لیکن بابام با وصیت کرد، گفت است که خیلی من باوری که حضرت علی مثال با افغانستان آمدگی باشه یا که در دوره خب بیننده عزیز مریض خوب است فعلا صحتش؟ بله؟ اما حضرت علی با افغانستان دوره همون چیش آمدگی بوده یا نه آمده بوده؟ هم فهمیدن یعنی گفتم مریض شما فعلا خوب است؟ لبایی؟ مریضتان فعلا خوب است؟ مریض خیلی دنیا گذشتگی سال 90 خداوند مغفرتش کنه. انشاءالله جناب مولانا انصاری روی این موضوع نیز صحبت خواهند کرد. بنده عزیز تشکر از تماستان. خداحافظتان. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. بنده عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید و از طریق گوشه تلفن صحبت کنید. بفرمایید. ببخشید من هاشمی هستم، از ایران تماس میگیریم. بله خوش آمدید برادر هاشمی. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما گفتنی و یا سوالی اگر دارید. گفتن ما ایران هستیم یا حالا ایران خیلی این نمازها را جدی میگیرن ایدو. حالا این روز با یکی از اینا بحث کردیم، گفتیم با من گفتن که عید تا مبارک. گفتم این عید نیست، این میگم این عید برای مسلمان ها نیست، این عید فقط برای کافر هاست. بله. اینا گفتم دیگه چرا؟ میگه این عید به خاطر مسلمان هاست. میگم که
شما عید قربان، عید رمضان اصلا اینا مهم نیست. عید قربان، عید رمضان اصلا برایشان هیچ مهم نیست اینا. بالکل. باعث دعوا کردن دیگه، خیلی دیگه با هم بحثم شد. پس یه مورد دیگه گفتم ما خودم سید هستیم. گفت اسم چیه؟ گفتم سید هستیم. میگه سنی ها مگه اینو سید داره میگه؟ میگه سنی اصلا سید نداره میگه. اگر درباره این اگر استاد عزیز مجیب الرحمن یه چیزی بگویم تشکر میکنم از تشکر از تماستان بنده عزیز. سوالتان گرفتم، ان شاء الله پاسخ خواهند گفت جناب مولانا انصاری. خداحافظ. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. مجیب، حال شما خوبه؟ تشکر، سلامت باشید. بنده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ محمد از ایرانم. این قبر مزار شریف حضرت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین نیست، یک علی ابن ابی طالبی بوده در زمان سلطان محمود غزنوی که در افغانستان بوده. اونجا میگن که این سلطان در خواب میبینه که حضرت امیر درد زانو زیاد داشته. حضرت بهش گفتن که روغن لاولا بخور و به پاهات بمال. بعد این شخص سلطان از همه علما سوال میکنه که روغن لاولا چیه؟ هیچ کس جواب نمیده و از علما هرچی میپرسن نمیدونه. بعد یک سیدی بوده اسمش علی ابن ابی طالب بوده، اونجا بهش میگن، او میگه که روغن لاولا روغن زیتونه که خدا بیننده عزیز، بیننده عزیز آقای محمد، بله. اما فعلا کسایی که در اطراف این مزار هستن اونا فکر میکنن که این قبر حضرت علی هست. اونا به این اعتقاد و به این باور هستن. به نظر شما قبر حضرت علی در کجاست؟ قبر حضرت علی که در نجف، ولی خب صوفیه از در کجاست؟ در کجاست گفتین؟ قبر حضرت علی در بالاخره اطراف کوفه، در زهر کوفه، در اونجایی که خودش وصیت کرد که اونجا دفنش کنه. بله. در زهر کوفه، یعنی پشت کوفه، در کنار دریاچه نی که جفه، بعد بهش گفتن نجف. درست است. تشکر بنده عزیز. تشکر بنده عزیز. تشکر بنده عزیز از تماستان. بنده های زیادی پشت خط داریم. نظر شما را گرفتیم که گفتین قبری که در مزار هست از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نیست، کسی دیگه هم نام آنهاست. اما آنهایی که در مزار هستن اونها این حرف شما را نمیپذیرن. اونها میگن که نه، از خود حضرت علی رضی الله عنه هست، شوهر فاطمه زهرا رضی الله عنها. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ احترامات خود خدمت شما و انصاری صاحب عزیز و تمام خدمتگاران شبکه رسال حق. و علیکم السلام و رحمت الله. حاجی روح الله قریشی هستم از کابل. به شما را تماس شدیم. خوش آمدید آقای روح الله، بفرمایید. ما استاد محترم میخوایم اگر یک لحظه وقت برام بدیم که درباره مزار که میگن به نام روضه حضرت علی یا مزار شریف که امیر حوزه را مشهور ساخته. بله. ما معلومات تو که یک مقداری کم و بیشی که دارم. بله بفرمایید. همه الحمدلله برای بزرگان معلوم است و چیزی که چشم دید خودم است. بله. هنوز تا فعلا همون کسایی که به عقیده آتش پرستی و زردشتیات هنوز در مزار موجود هستند در ولایت بلخ یا مزاری که امروز ما نام داریم. بله. در عقب همین زیارت روضه به نام شمدانی یک جای آتشخانه است. همون شمدانیش تا فعلا روشن است چون عقیده زردشتی ها بنی است. اینجا هیچ نوع شواهد دیگه که هر کس گپ میزنند برن ببینند که هنوز شمش هیچ خاموش نمیمانند. این تمامش مربوط به زردشت است، نه تاریخی است نه کدام حرف دیگه است. همه مردم میدانند. اما متاسفانه علمای ما دیروز ما در تلویزیون یکی از علمایی که خود عالم میگیره از مربوط به اهل سنت و جماعت رسما دفاع از نوروز میکنه، میگه حتی از حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله کوشش میکنه که به عقب ببره، به جای دیگه ببره. ما در این چرت و در کابل امروز همین قضیه را امروز به نام جایی که به نام کارتی تکی میگفتن. امروز همین روز از این جشن بزرگتر گرفته میشه. بله میشنویم صدایتونه.
ما به این چیز هستیم که چطور علمای اهل سنت هنوز در داخل افغانستان از این خلافات پشتیبانی میکنن. در تمامش اونجا موجود هستند. ما ده ها بار رفتیم خرافات در اونجا دیدیم، زنک‌بازی را دیدیم، کیسه برا را دیدیم، کلش حالتی است که فقط یک شرابخوری را دیدیم. شراب به اندازه کافی امروز در شهر مزار شریف فروخته میشه. متاسفانه که استاد عطا محمد نور که والی بلخ است خود در این مراسم اشتراک میکنه. متاسف هستم به یک مجاهد، یک کسی که هم از این خبر داره، هم از این خبر داره و هم این خلافات خود میدونه، در اموجه برای ما مکمل هم خودش آگاهی داره، اما در اموجه در این مراسم اشتراک میکنه و جنده بالا که در قالی بدی که جنده بالا میشه در این تاریخ یهودی ها و بودایی ها این قضیه را امروز تکرار میکنن در تمام در این روز در این حالت. ما هم مکملا ما فیلمایش تمام مستندش پیش ما هست موجود است. شاید پیش ما که موجود است که من یک آدم بودی هستم پیش از آن نفر دیگه هم موجود باشه. شاید امیر کاش که شما طریق نشراتتان شما هم نشان بدین که در این روز این قضیه را در چندین کشور دیگه بوداییسم و یهودیت رو نشان میکنن، همین کارا میکنن. درست است. تشکر عزیز روح الله، واقعا معلوماتی که را کردین بسیار جالب و مفید بود. تشکر از شما و خداوند علمایی که باعث ترویج خرافات میشه و اونا را خداوند هدایت بکنه و زمامدارای ما را خداوند هم عقل سیاسی که داده عقل دینی هم نصیب بکنه. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای گیرنده تان رو ببندید بیننده عزیز، از طریق گوشه تلفن صحبت کنید. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ حاجی احمد ضیا از کابل تماس گرفتیم. خوش آمدید برادر احمد ضیا از کابل، بفرمایید. جناب رئیس و جناب مولانا محترم، خواستم در ادامه همین صحبت‌های شما درباره نوروز چند سخنی که ما اگر اجازهتان باشد بگویم. بفرمایید. که نوروز و تعجیل از آن به ارتباط سخنان جناب مولانا که جناب پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم مردم مدینه قبل از اسلام دو روز نوروز و میرجان را تعجیل میکردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این عمل منع کرد و گفت الله سبحانه و تعالی در عوض این دو روز عید فطر و عید اضحی را معرفی کردند. بله. و همچنان علی حدیث در سنن کبری و در نسائی و ابو داود هم موجود است. حکم نوروز رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه میفرماید برای هر قوم عید است و عید ما مسلمانان عید قربان و فطر است. رواه البخاری و مسلم. و در حدیث دیگه که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید من تشبه بقوم فهو منهم، ترجمه هر کسی خود را شبیه قوم میگرداند از آنها خواهد بود. و در حدیث مشهوری که مادرمون بیبی عایشه صدیقه روایت میکنه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. آن کسی که یک بدعت را در این دین ایجاد کنه و در دین اسلام او اثر نباشه از جانب دین او رد و مردود است. و فی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. و باز هم بر روایت از مسلم شد کسی که یک عمل را اجرا کنه که در او عمل نباشه امر دین و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مردود است. دیگه خواستم که در این جمله در بحثتان ما نسبتا نباید اشتراک داشته باشم و جناب شما و جناب مولانا رحمان و محمد انصاری صاحب مدیر مسئول شبکه و تمام شبکه جهانی و صالحات و شبکه‌های توحیدی بسیار زیاد تشکر جهان سپاس که در راستای توحید و رساندن علم توحید و اسلام ناب خدمت از جانب میکنه. الله سبحانه و تعالی شما را موفق کنه. آمین. جزاکم الله خیرا. تشکر بیننده عزیز احمد ضیا از کابل که احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در ارتباط نوروز خواندن. تشکر از شما. خداحافظتان. بیننده هایی که تماس گرفتید از همتان تشکر میکنم و بیننده های عزیزی زیاد پشت خط داریم اما متاسفانه که وقت برای ما اجازه نمیده، از این بیشتر تماس های شما عزیزان را گرفته نمیتونیم. ان شاء الله که معذرت ما را بپذیرین. خب جناب مولانا صاحب وقت ما رو به پایان هست. رفیع جان اشاره میکنه که 7 یا 8 دقیقه وقت داریم. تشکر. دوستایی که سوال نمودن
سوال اول این بود که اشخاصی که قصد سفر از ولایات مختلف دارن به طرف مزار میرون، اگر تصادف در راه برابر میشه و اینا کشته میشن، حکم اینا چیست؟ اگر به این اعتقاد و باور حرکت کنن که اینها میرن به یک سفر عبادی، عواقب اینا خطرناک هست و آخرت اینا الله سبحانه و تعالی به حال اینا رحم کنه، حالت اینا وخیم هست. اگر حالت اعتقادی نداشته باشن و در این راه تصادف میشه و از بین میرن، باز هم از اون مرگ درجه ندارن که ما اونها را به عنوان یا شهید یا به عنوان چی درجه ندارن. فقط باز هم الله سبحانه و تعالی به حال اینا رحم داشته باشه که اونها فقط با مو مؤاخذگی و با مو جرمی که اینها به دستور اسلام عمل نکردن اینها را نگیره، باز هم خوشبخت هستن. و همچنین گفتن که اگر اطفالی همراه اینها باشه و وفات خب طبعا اطفال مسئولیت ندارن، وقتی به والدین حرکت میکنن طبعا اطفال همراه خود میبرن، اطفال درجه میبرن و اونها چون مسئولیت ندارن. درست. خواهر عزیز ما که واقعا صحبت‌های بسیار جالب و بسیار جالب صحبت نمودن و از احساسات پاکشان تشکری میکنیم. مسئولیت علما بیان کردن و حقیقتا ما جناب استاد رحیمی صاحب واقعا تعجب میکنم، یک خواهر در وجود از او احساسات دینی و اسلامی و عقیدتی هست، ولی عالم نماهایی که عبا و قبا دارن و به نان بالاخره به نان دین میخورن و به نام دین زندگی میکنن و میآین خرافات و بدعات ترویج میدن. بنازم چنین همتی که بر خواهری که زندگی میکنه که سمیه‌وار و عایشه‌وار و آسیه‌وار در دنیا و دارای چنین عقیده هست که یک خواهر انگیزه دینی داره ولی یک عالمی که بیاید ترویج خرافات را بده، در حقیقت هزارها و هزارها برابر این خواهر به نزد خدا بیشتر ارزش داره از او عالم نمای دین فروش و ترویج دهنده بدعات و خرافات. دوست دیگر ما مسعود جان هم که از دانمارک واقعا از احساسات ایشان هم تشکری میکنیم و مسئولیت علما بیان کردن و همچنین گفتن که علما هستن که ادای مسئولیت میکنن، چیز واضح و مشخص هست. دوست دیگر ما سوال کردن که در شب اول یا روز نوروز 7 سین جور میشه و غذا تغییرات میایه. بیان کردیم که از لحاظ شرعی کتب احناف بیان شد که این عمل حرامه. خوردن غذاها چطور؟ وقتی ببینیم حرکت حرام بود و غذایی که به خاطر اعیاد مشرکین و مجوس و بالاخره زردشت تهیه میشه، شرعاً باید از او غذا خودداری بشه. دوست دیگر ما از تاجیکستان طلب دعا نمودن و جالب بود که او دوست دیگر ما گفتن که مریضی در مزار بردیم و او در همون کنار سخیجان شفا پیدا کرد. ما اگرچه بحث طولانی هست، به طور خلاصه و فشرده اینه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمایند شیطان چنان در وجود انسان راه داره که به مجرا دم، به هر قسمت وجود انسان که خون در جریان باشه و ایر میفهمیم که در کل بدن انسان خون حرکت داره. شیطان نفوذ داره و همچنین در حدیث دیگر میاره که شیاطین بعضی وقت چشم انسان رو میگیره، نور بینایی انسان رو میگیره و اور سبب و وسیله میشه با وساوس که برو فلان قبر، فلان جا، فلان شخص باله تو بخوانه و فلان جا تو از غیر خدا کمک بخوا. وقتی شخص میره و کمک میخواه، شیطان از مقابل چشم از او دور میشه و او بینا میشه. یعنی کاملا این کار شیاطین هست. و همچنین در یک حدیث هم داریم که زنی آمد به محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم که یا محمد تو میگی که پیش فلان ساحر نریم که مفید نیست و بالاخره کار چی هست؟ من چشمم درد میکرد، پیشش رفتم و بالاخره او دم کرد، دعا کرد و بالاخره من شفا یافتم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم به صراحت میفرمایند که در مقابل چشم تو شیطان قرار داره و شیطان با انگشت میزنه چشم تو و درد میایه. وقتی تو در مقابل فلان ساحر میری و او انگشت در پس میگیره و چشم تو جور میشه. کاملا شفا دهنده الله است. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفی.
وقتی من مریض میشم الله شفا میده. ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا، کسی که امام الموحدینه، باز هم میگه وقتی مریض میشم الله شفا میده. پس در چی کنار قبر باشه، چی کنار شخص باشه و چی کنار هر کسی که وقتی میبینیم و شفا از غیر خدا کسی طلب میکنه و شفا پیدا میکنه، او مرتبط به وساوس شیطانی و اعمال شیطانی هست. و همچنین دوست دیگر ما که سوال نمودن، آیا سنی ها هم سید دارن؟ اشاره کردن که اونها میگن که شما سنی ها هم سید داریم. من همیشه بارها و بارها این گفتم که اهل بدعت از خود طریقه داره، از خود برنامه داره و از خود بالاخره روش داره. وقتی با صراحت کامل عید قربان و عید فطر رد میکنه و میایه نوروز ترویج میده، واقعا او قابل قدره که میایه حقیقت خود را بیان میکنه. حقیقت خود را بیان میکنه. پس نباید هیچ وقت اهل سنت و جماعت با اهل بدعت درگیر بشن. اهل بدعت راه اینا مشخصه و اهل سنت و جماعت راه اینا مشخص هست. و این که گفتن که اهل سنت آیا سید دارن یا ندارن، اولی نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که میفرمایند که چی کسانی اهل بهشت هستن، امت ما گفتن تبدیل میشه به 73 گروه میشه. یک گروه ناجی هست، 72 اهل نار هست. گفتن چی کسانی هستن؟ گفتن کسی که در راه من سنتی و سنت خلفاء الراشدین، و یا این که گفتن که و اصحابی، کسی که در راه من و در راه خلفاء الراشدین و در راه اصحاب باشه و در راه اصحاب. و اهل سنت و جماعت همه پیرو نبی کریم صلی الله علیه و سلم هستند و پیرو اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم هستند. اگر یک شخصی که نسبت داشته باشه به خاندان نبی کریم صلی الله علیه و سلم، اگر زهد و تقوا و پرهیزگاری داشت، این نسب و این شرف برایش مبارک باشه. و اگر اولاد پیامبر بود و جز خاندان پیامبر بود و زهد و تقوا و پرهیزگاری و خدا ترسی و ایمان نداشت، همون چی میشه؟ تبت یدا ابی لهب و تب. تشکر. البته در آخر برادر ما حاجی روح الله قریشی صحبت های جالبی در مورد مزار کردن و گفتن شمدانی که تا حال اونجا روشن هست، و احمد ضیا از کابل نیز احادیث را قرائت کردن. البته از طریق شماره واتساپ ما سوالی آمده، بیننده ما سوال پرسان کردن که اگر از طرف فامیل یا پدر یا برادر بزرگ مجبور شوند که در این روز خانه را خانه تکانی کنن یا مثل از این قبیل یا غذا بپزن، اگر فامیل و خانواده اونها را مجبور میسازن، اگر او کار اولادها انجام میدن ولی کاری که انجام میدن بدون رضا و رغبت باشه اشکال نداره، ولی با فرحت و خوشحالی و به عشق نوروز و با محبت نوروز نباشه. تشکر. همچنین چهارشنبه مراد چیزی از این قبیل؟ چهارشنبه مراد و یا چهارشنبه سوری، این هم از اعمال زردشت و آتش پرستا هست که چهارشنبه اخیر سال تجلیل میکردن، و امروزه هم از اعمال مجوسیت و زردشت و آتش پرستا هست که مثل چهارشنبه سوری، اول سال، سجده بدل، اینها همه موضوعاتیه که از طرف زردشت و آتش پرستا و مجوسی و مشرکین و اینها وارد جامعه اسلامی شده. تشکر. ما کمتر از یک دقیقه البته وقت داریم، پیام آخر شما را میشنویم. سخن اخیر اینه که برای اولا مسئولین حکومتی که کسانی که شما جهاد کردید به خاطر جهاد و مبارزه خود، به خاطر زحماتی که کشیدید، پیش روی خرافات و بدعات را بگیرید. برای علمایی که به لباس دین میآیند تیشه بر ریشه دین میزنن که در حقیقت او تیشه بر ریشه دین نیست، بر ریشه خودشان هست. شما از خدا بترسید، ترویج منکرات، ترویج خرافات را ندهید و به جلسات اهل بدعت و جلساتی که سر تا پا فسق و فساد و فجور هست شرکت نکنید و حقیقت را برای مردم بیان نمایید. برای ملت افغانستان، کسانی که تا به این لحظه نمیدانستند، این را بدانید که بدون قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، بدون راه اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم، هر راهی را که بروید او راه است که خلاصه سرانجام ضلالت و گمراهی و جهنم هست. حرف اخیر من به تمام او اشخاصی که در این اماکن مسئولیت دارن، از خدا بترسید. به نام علی ابن ابی طالب
فساد نکنید. به نام علی ابن ابی طالب خلاصه دوکانداری نکنید. به نام علی ابن ابی طالب فسق و فجور و فحشاء و منکرات را ترویج ندهید. به نام علی ابن ابی طالب مردم را به گمراهی نکشانید. به صراحت کامل بگویید که ما دنبال دنیا میگردیم، میخوایم دنیا به دست بیاریم، اما نام بزرگان دین، نام علی ابن ابی طالب، اون شخصیتی که اسدالله الغالب، شمس المشارق والمغارب، او ذوالفقار علی ابن ابی طالب، او کسی که در هر لشکری وقت سهم میگرفت فاتح خیبر، علی ابن ابی طالب فاتح خیبر، کسی که دروازه‌ای که با 40 نفر برداشته نمیشد علی ابن ابی طالب او را به تنهایی برمی داشت. این شخصیت را، نام این شخصیت را به شرک و به خرافات و بدعات آلوده نکنید. علی ابن ابی طالب در حشر ایخان شما را خواهد گرفت که چرا به نام من ترویج خرافات و بدعات و شرک و اینها را داشتید. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی نبی کریم صلی الله علیه و سلم، اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم، پیرو واقعی خلفاء الراشدین، پیرو واقعی علی ابن ابی طالب داشته باشد. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیرا. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.